والضحى به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآید، واللیل اذا سجی و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد. ما ودعک ربک وما قلی که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است. وللآخرة خیر لک من الاولی و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. ولسوف یعطیک ربک فترضی و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. الم یجدک یتیما فآوی آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟ ووجدک ضالا فهدی و تو را گم شده یافت و هدایت کرد. ووجدک عائلا فأغنی و تو را فقیر یافت و بی‌نیاز نمود. فأما الیتیم فلا تقهر حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن. واما السائل فلا تنهر و سؤال کننده را از خود مران. واما بنعمت ربک فحدث و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن.